دیروز من نقشه‌مو بریدم. امروز 23 اکتبر 2009. امروز روز نمایشگاه. دیروز نقشه رو بریدم و گذاشتم رو چوب و دیدم مقیاسش خیلی کوچیکه. مجبور شدم برگردم پیش دوست عزیزم و ازشون خواهش بکنم که دوباره برای من نقشه رو با مقیاس بزرگتر طراحی کنن که همینطور که می‌بینید الان بریدم و انداختم و کل صفحات منو به خوبی پوشونده. این مقیاس مورد نظر من. مقیاس ها رو بریدم، نقشه ها رو بریدم و الان کاری که میکنم دور اینها رو روی چوب خط میکشم و شروع میکنم به برش نقشه. نقشه خودش از 4 تیکه تشکیل شده که گذاشتم کنار هم. 2 تیکه روی یک چوبه، 2 تیکه روی یک چوب. من میزم از 2 قسمت تشکیل خواهد شد که در محل نمایشگاه به هم میچسبونم برای سهولت در مسئله حمل و نقل. من تا این مرحله رو خط کشی کردم. از اینجا به بعدم خطهای دور نقشه‌ام رو میندازم. در ضمن در گاراژ بغلی هستم. اینجا گاراژ منزل همسایه‌مونه که در اختیار من گذاشت چون خالی بود. چون بیرون بارون شدیدی میباره و من دیگه نمیتونم بیرون کار بکنم. خب من الان این خطوط رو انتقال دادم به روی این چوب‌ها.